پا میروین ای سخن خاموش کن با ما میا بین که ما از رشک به شاه میروین من سکندر نیستم فکری جهانداری کنم نیستم داود تا در حشر خشخانی کنم نیستم موسا که من گیرم عصا در کوی توره طالب دیدار گردم من سخندانی کنم بگریم زار زار نیستم یوسف تا در مصر سلطانی کنم نیستم جمشید تا گیرم جهان را بزوره همچو ابراهیمی ادهم ترک سلطانی کنم من سلیمان نیستم تختم برم روی هوای نیستم موره که همچون فکری مهمانی کنم من ذکریان نیستم تا عرب بر فرقم نهن نیستم بو شهمکی هیچی پدر زاری کنمه یا محمد این حسینی را به محشر دستگیر من ذکرداری بدم آخر پشیمانی کنم من ذکرداری بدم آخر پشیمانی کنم روزی که از این داری فنا شد گذری ما از گریان آسود دم چشمی تری ما شهر آواز رهی
نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه بادیم نه بحریم، نه زرکانی طبیعیم، نه از افلاکی گردونم. نه از هندم نه از چینم، نه از بلغار سقسینم، نه از ملک عراقیم، نه از خاک خراسانم، نه از ملک عراقیم، نه از خاک خراسانم. نشانم به نشان باشد، مکانم لا مکان باشد. نشانم به نشان باشد، مکانم لا مکان باشد. نه تن باشد نه جان باشد، که من خود شان جانانم. نه تن باشد نه جان باشد، که من خود جان جانانم. یکی بینم یکی جویم، یکی دانم یکی خانم. اگر در عمر خود روزی دمه به تو برآوردم، اگر در عمر خود روزی دمه به تو برآوردم، از آن روز و از آن ساعت پشیمانم پشیمانم. از آن روز و از آن ساعت پشیمانم پشیمانم.
دیگر چیز ذهنم دارم که جز مستی سرمستی دیگر چیز ذهنم دارم نشانم به نشان باشد مکانم نامکان باشد نشانم به نشان باشد مکانم نامکان باشد مکانم نامکان باشد من ممرم شاد شود دشمنی من غمناک شود دوست که من همدمی من آه دشمنی من بمر درم شاد مباش شهید شده عالم منور زی احسانی قدیمت هست پیدا یک دو توانا و توانگر روایت میکند چون ابن عباس که روز مصطفی بالای منبر زی علی شکر افشان بر همه باری خاطرش بخشید شکر و یاران قصه دلسوز میگفت زی قربانی اسماعیل هاجر پگاه برخیز قربان سرشکران بکن اندر میان قربان سراسر نمیدانم توی دانا و داور ندا آمد که اسماعیل خود را به دستی خویش قربان کن آور چه روز آمد به هاجر گفت برخیز که اسماعیل من آرام زیور سرش را
چاره کنون شام پوشان دو چشمش سرمکش شد تاج بر سر سرش را شانه کردون شام پوشان نهادت تاج بر فرقش پر از زر نهادت تاج بر فرقش پر از زهری در این بودن حیران انتظاری در آمد ناگه ابراهیم از در رسندر دست خنجر در میان کرد کجا خواهی رفته پیغمبر بگفتا گوسفنده میکشم من میبندم دست و پایش میبرم سر بدانست هاجر و چاره نمیدید بزد آه از آن خسته جگر بر بزد آه از آن خسته جگر بری پیش بسر اندر پیو همه رفتن مثالی بابی سرسر میانی راه اسماعیل دید پیره خمیده کشت ترجمان لاغر بگفتا ای جوان برگرد از این راه پدر خویی تو خواهد ریخت از سر بگفتا پیرک دیدم در این راه مقدرها شد من نوری کافر بگفتا پیر شیطان